لحظات پایانی مسافرت آقای روزبه محمدزاده. من از سوئد گزارش میکنم. داریم میریم دیگه. ایشون عازم ایران هستند و امیدواریم که اوقات خوشی رو در اینجا داشته باشند. داشتند. میتونید یک بازدید دیگه بکنید آقای محمدزاده، موقعی که شما اینجا کنار این کنار این گل ها می نشستید و سیگار می کشیدید و امیدوارم که اوقات خوشی رو در ایران داشته باشید. سفرتونم به خوبی و خیر و خوشی و سلامتی. امید دیدار در آینده. کلیدم به من بده برای دفعه بعد که احتیاج نداری ها. خیلی خوب، خوش بگذره.